سلام بچه‌ها، خوش اومدین به این ویدیو. امروز اومدم در مورد چرا بین ایران و آمریکا جنگ شده صحبت کنیم. پس ممنون میشم کانال منو سابسکرایب کنی و این ویدیو رو برای دوستات بفرستی که به من انرژی بدی. بریم سراغ ویدیو. برای پاسخ به این سوال باید به چند دهه قبل برگردیم. تا قبل از انقلاب سال 1357 ایران و آمریکا روابط نزدیکی داشتند. اما بعد از انقلاب اسلامی، حکومت ایران تغییر کرد و روابط دو کشور به سرعت تیره شد. اشغال سفارت آمریکا در تهران و گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی باعث شد روابط سیاسی دو کشور قطع شود. یکی دیگر از مهمترین عوامل اختلاف برنامه هسته‌ای ایران است. آمریکا و برخی کشورهای غربی نگران بودند که این برنامه بتواند به ساخت سلاح هسته‌ای منجر شود. اما ایران بارها اعلام کرده که برنامه هسته‌ایش اهداف صلح‌آمیز دارد. همین اختلاف باعث سالها مذاکره، تحریم و فشارهای اقتصادی شد. در سالهای اخیر حملات مختلف در منطقه از جمله حمله به پایگاه‌های نظامی، حملات موشکی و درگیری‌های غیر مستقیم باعث شد تنش‌ها بیشتر شود. هر بار که یکی از طرفین اقدام نظامی انجام داده، طرف مقابل نیز واکنش نشان داده و همین موضوع خطر گسترش درگیری را افزایش داده است. تحلیلگران معتقدند رقابت بر سر نفوذ در خاورمیانه، امنیت اسرائیل، حضور نظامی آمریکا در منطقه، برنامه موشکی ایران و مسائل هسته‌ای از مهمترین دلایل ادامه این تنش‌ها هستند. وقوع هر درگیری میان ایران و آمریکا تنها روی این دو کشور تأثیر نمی‌گذارد. قیمت جهانی نفت، بازارهای مالی، امنیت منطقه و حتی اقتصاد جهان نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. به همین دلیل بسیاری از کشورها تلاش می‌کنند از تبدیل این تنش‌ها به یک جنگ گسترده جلوگیری کنند. در نهایت باید گفت که دلیل این درگیری‌ها تنها یک موضوع نیست، بلکه مجموعه‌ای از اختلافات تاریخی، سیاسی، نظامی و اقتصادی است که طی چند دهه شکل گرفته و باعث شده روابط ایران و آمریکا همچنان پرتنش باقی بماند. نظر شما چیست؟ آیا این تنش‌ها در آینده کاهش پیدا می‌کند یا ممکن است دوباره شدت بگیرد؟ نظرتان را در بخش کامنت‌ها بنویسید. اگر از این ویدیو خوشتان آمد، لایک کنید و برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال را سابسکرایب کنید. ممنون که تا پایان همراه ما بودید.